سریالی دوست داشته ما و شما هدایت یا مولای زمانوی از طرف شبکه اتیوی روی نوار آورده شده است. ثبت فیلم از سال 2014 تا 2016 در استانبول ترکیه دوام کرده است. این سریال مسحکوی، رمانتیکی، دتکتیوی و دراموی از 3 فصل و 170 قسم عبارت بوده قریب به 87% تماشابینان تماشای این سریال پسند آمده است. سلسله فیلم مذکور از روی فیلم مارمولکی کارگردان ایرانی با نام کمال تبریزی تهیه شده است. نقش‌های اساسی را در فیلم در نقش زهرا سیرا توکدمیر بازیده است. سیرا توکدمیر 11 اپریل سال 1981 در شهر مرسین ترکیه چشم به عالم هستی گشوده است. پدر سیرا یکی از چواندازان ماهر بود و از این سبب دخترش نیز به اسب سواری شوق و رغبت زیادی دارد. این چنین سیرا صاحب 3 اسب چواندازی می باشد. این هنرمند در دوره مکتبیش در تئاتر کار میکرد. سیرا توکدمیر اولین بار در سلسله فیلم استانبول چوجوکرالی با تخلص جرن نقش اساسی را بازیده است و بعداً همان زمان بعد ختم فاکولته مهمان نوازی و سیاحی عائله‌دار می شود و او صاحب کودک با نام باران می باشد. تیمور اجر در نقش دامولا زیا یا کلتکلس نقش آفرینی کرده است. تیمور اجر 22 دکبر سال 1979 در آلمان به دنیا آمده است و ملتش ترک می باشد. تیمور حیات کودکیش را در آلمان گذرانیده است. عائله آنها سال 1984 به ترکیه می کوچند. بعد گذشت سالها تیمور سال 2016 قدم به حیات نو میماند، یعنی او با دوست داشته خود با نام ایدا خانه‌دار می شود. ایدا هم مثل تیمور هنرپیشه می باشد که ما او را با تخلص سلن که در فیلم هدایت نقش آفرینی کرده بود می شناسیم. بعد این عائله دارشوی دیر نگذشته آنها صاحب دخترچه می شوند و عین زمان تیمور اجر تا به حال صنعت اکتیوریش را دوام داده ایستاده است.